مطمئنم نمیدونستی که چجوری میتونی به صورت رایگان اقامت 10 ساله طلایی دبی رو داشته باشی. اونم با 500 ساعت کار داوطلبانه در اینجا. میدونم کار هر کسی نیست، واقعا کار سختیه. امروز میخوام بهت یه راه راحت‌تر رو پیشنهاد بدم. اونم ثبت شرکت هستش و یا خرید ملک. برای ثبت شرکت شما اقامت 2 ساله اینجا رو دادید و هر 2 سال باید این اقامت رو تمدید کنید. قیمت رو اینجا نمیگم براتون، تو کپشن مینویسم چون متغیر هستش. سومین راه هم خرید ملکه. اگه ملکی با ارزش 750,000 درهم بگیرید شما اقامت 2 ساله اینجا رو دارید و تا زمانی که این ملک برای شما باشه میتونید تمدید کنید و اقامت 10 ساله طلایی دبی هم با خرید ملک بالای 2 میلیون درهم بهتون تعلق میگیره که شامل خودتون، خانواده‌تون، پدر، مادر و اینا میشه. اگه شما هم دنبال گرفتن اقامت امارات هستید میتونید با من فاطمه قیاسی در ارتباط باشید.